به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی جذاب و زیبا شروع میکنیم. نقب زدن به آمریکا، نویسنده آن تایلر و خانم گلی امامی این کتاب رو ترجمه کردند. این کتاب در سال 1393 توسط نشر چشمه در تهران چاپ شده. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو با هم دیگه کشفش کنیم. داستانی درباره زوج ایرانی در امریکاست که قرار است کودکی را به سرپرستی قبول کنند. این کتاب در سال 2006 به مدت 3 هفته در فهرست پرفروش‌های آمازون قرار داشت. درباره کتاب نقب زدن به آمریکا، آن تایلر در رمان نقب زدن به آمریکا از خانواده ایرانی نوشته است که در امریکا زندگی می‌کنند و می‌خواهند کودکی را به سرپرستی قبول کنند. سام و زیبا این زن و شوهر ایرانی هستند و داستان حول محور آنها و مریم مادر سام می‌گذرد. زنی که سالها پیش و بعد از ازدواجش به امریکا مهاجرت کرده است و در دنیای متفاوت با فرهنگ خود زندگی کرده است. در این داستان علاوه بر خواندن زندگی آنها، از زندگی مهاجران دیگر آسیای شرقی هم می‌خوانیم. نیویورک تایمز این اثر را دری تازه به زندگی جامعه مهاجر در امریکا نامیده است. کتاب نقب زدن به آمریکا را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنید؟ علاقه‌مندان به رمان‌های خارجی و دوستداران داستان‌هایی با موضوعات اجتماعی از خواندن این کتاب لذت می‌برند. نوشته کوتاه درباره آن تایلر. آن تایلر رمان نویس، داستان نویس و منتقد ادبی امریکایی و برنده جایزه پولیتزر برای داستان در سال 1989 است. او در 25 اکتبر 1941 در مینیاپولیس، مینوسوتا متولد شد. در سال 1963 آن تایلر با نویسنده و روانپزشک ایرانی سید محمد تقی مدرسی ازدواج کرد و 2 دختر به نام‌های تژ و میترا به دنیا آوردند. از میان آثار آن تایلر میتوان به وقتی بزرگ بودیم، ازدواج غیرحرفه‌ای، نردبان سالها، جهانگرد اتفاقی و نقب زدن به آمریکا و قرقره آبی اشاره کرد. اما گلی امامی مترجم این کتاب، گلرخ ادیب محمدی که با نام گلی امامی شناخته می شود، 16 تیر 1321 در تهران متولد شد. او نویسنده، مترجم و فعال فرهنگی ایرانی است. امامی در دهه 70 و 80 خورشیدی اداره کتاب فروشی زمینه را بر عهده داشت. در سال 1344 به انگلستان رفت و در آنجا با کریم امامی آشنا شد و ازدواج کرد. گلی امامی تا به حال آثار بسیاری را به فارسی ترجمه کرده است که مشهورترین آنها دختری با گوشواره مروارید و بیبی جوراب بلند است. خب با هم دیگه همراه میشیم تا این کتاب زیبا رو از فصل اول شروع کنیم به خواندن. ساعت 8 شب فرودگاه بالتیمور تقریباً خالی بود. در راهروهای عریض خاکستری رنگ آنجا پرنده پر نمی‌زد. غرفه‌های مطبوعات تاریک و کافه‌ها بسته بودند. اکثر دروازه‌های ورودی هم مسافران آخرین پروازها را تحویل داده بودند. صفحات اطلاعات پرواز خاموش بود و ردیف صندلی‌های پلاستیکی سالن‌های انتظار خالی و وهم برانگیز بود. با این حال می توانستی زمزمه خفیفی را از دور بشنوی. زمزمه حاکی از انتظار در انتهای دروازه ورودی دی. می توانستی کودک هیجان زده ای را در میان راهرو ببینی که از شدت چرخ زدن
نزدیک به سرگیجه بود و بعد بزرگسالی را که آمد جلو و او را بغل گرفت و برد به سالن انتظار ورودی دروازه، در حالی که کودک نخودی میخندید و به خود میپیچید. بعد زنی را با لباس زرد و بغلی گل سرخ ساق بلند میبینی که با تأخیر رسیده و دوان دوان به طرف منتظران میدود. حالا از ته راهرو میپیچید. آنگاه به انبوه جمعیتی میرسید که گویی برای جشن تولد نوزادی گرد هم آمدند. همه سالن انتظار ورودی پرواز سانفرانسیسکو پر از افرادی بود که هدایای پیچیده در کاغذ، کادوهای آبی و صورتی در دست داشتند، یا بادکنک‌های نقره‌ای که رویش نوشته بود دختر است و روبان‌های فنری صورتی از آنها آویزان بود. مردی دسته حصیری گهواری چرخدار و دامنداری را در مشت می‌فشرد، چنانکه گویی می‌خواهد آن را به داخل هواپیما هدایت کند، و زنی با کالسکه مجهز به انواع زایده‌های کرومی براق و طبقات متعدد که گویی قادر بود همکنون وارد مسابقه معروف اتومبیلرانی ایندیانا پولیس بشود، دست کم 2 جین از افراد دوربین فیلمبرداری در دست داشتند و بسیاری دیگر مجهز به دوربین‌های معمولی بودند که به گردن‌هاشان آویزان بود. زنی پنهانی و به سرعت در ضبط صوتی حرف می‌زد. در کنار او مردی صندلی اتومبیل بچه‌ای با نشیمن مخملی را به سینه‌اش چسبانده بود. روی شانه زن دکمه درشتی بود که بر آن نوشته بود مامان، از آن نوع دکمه‌های براقی که معمولاً افراد برای انتخابات به سینه می‌زنند، و روی دکمه سینه مرد نوشته بود بابا. زوج مطبوعی به نظر می‌رسیدند، نه آنچنان جوان که انتظار داشتید. زن شلوار سیاه گشاد و بلوز بلند سیاه و سفیدی با نقش‌های هندسی پوشیده بود. در موهای کوتاهش تارهای سفید دیده می‌شد. مرد درشت هیکل خندان و خوشرو به نظر می‌رسید، با موهای بور تیغ تیغی کوتاه زده شده و زانوهای لختش با شرم زدگی از زیر شلوار کوتاه خاکی رنگش بیرون زده بود. نه تنها بابا و مامان دکمه‌های مشخص داشتند، بلکه پدر بزرگ، مادر بزرگ‌های هر دو طرف هم دکمه‌های کذایی را به سینه زده بودند. 2 دست کامل. یکی از مادر بزرگ‌ها زن کمی آشفته اما راحتی بود که لباسی از جین به تن و کلاه بیسبال نقشداری هم بر سر داشت. آن دیگری لاغر بود و پوشیده در جواهر با آرایش کامل و کت و شلوار بژ تیره و کفش‌های کتانی همرنگ. پدر بزرگ‌ها همچنان بودند که گویی آنها را هماهنگ با همسرانشان سفارش داده بودند. شوهر مادر بزرگ آشفته به همان اندازه نامنظم بود و موی خاکستری مجعدش از وقت سلمانیش گذشته بود، در حالی که شوهر مادر بزرگ زرق و برقی شلوار کتان و پیراهن نازک مرتبی به تن داشت و به نظر می رسید بخشی از موهای زرد روشنش از آن خودش نبود. واقعیت این است که افراد دیگری هم در انتظار بودند، کسانی که آشکارا بخشی از آن جمعیت سرخوش شلوغ نبودند. زنی بیگودی به سر با چشمان نگران، زن مسنی به همراه زنی جوان که می توانست دخترش باشد، و پدری با 2 کودک خردسال که پیژامه هاشان را پوشیده بودند. اینها در حاشیه ایستاده بودند، ساکت و به گونه‌ای در سایه، گهگاه هم سرک می‌کشیدند و به بابا و مامان نگاهی می‌انداختند. هواپیما تأخیر داشت. مردم بیتابی می‌کردند. کودکی با انگشت به صفحه اطلاعات ورود اشاره کرد و گفت هنوز رویش نوشته سر وقت. دروغی مشخص و قدیمی. چند نوجوان به سوی قسمت تاریکتر فضای انتظار درست طرف دیگر راهرو راه افتادند. دخترکی با موهای دم اسبی روی یکی از صندلی‌های پلاستیکی به خواب رفته بود. روی دکمه براق سینه‌اش نوشته بود دختردایی. سپس اتفاقی افتاد. چیزی در بلندگو گفته نشد.
سیستم پن امریکن از مدتی پیش خاموش شده بود، اما مردم به تدریج از حرف زدن افتادند و به طرف در ورودی هجوم آوردند. روی نوک پا بلند می شدند و گردن می کشیدند. زنی یونیفرم پوشیده کارتی را در دستگاه پانچ کرد و در ورودی باز شد. مأموری با صندلی چرخدار فرا رسید. جوانک ها پیدایشان شد. مامان و بابا که تاکنون در کانون توجه بودند با فشارهای ملایم و تشویق‌آمیز به جلو هل داده شدند. راهی عریض خود به خود باز شد که آنها عبور کنند و به طرف دروازه بروند. نخستین مسافری که وارد شد مرد جوان بلند قدی بود با شلوار جین که حالت چهرهش در هم بودن ناشی از پروازی طولانی را گواهی میداد. مادر و دختر را یافت و به طرفشان رفت و خم شد و دختر را بوسید، فقط روی گونه، چون دخترک سرگرم سرک کشیدن از ورای او بود و فقط لحظه‌ای محبت او را پاسخ داد، اما همچنان مراقب تازه واردها بود. دو مرد تاجر معاب با کیف‌های دستی قاطعانه به طرف ساختمان فرودگاه رفتند. نوجوانی با کوله پشتی چنان سنگین که گویی مورچه‌ای است با خوردنانی درشت در پی آنها آمد. خانمی خندان با لب‌های گل انداخته و موهای سرخ بلافاصله توسط دو کودک پیژامه پوش محاصره شد. حالا توقفی کوتاه، گویی برای معطوف کردن تمرکزها. زنی چشم بادامی و مرتب و منظم با نوزادی در بغل از در بیرون آمد. نوزاد احتمالاً 5 یا 6 ماه بیشتر نداشت، در حدی که میتوانست سرش را روی گردنش حفظ کند. صورتی گرد و سری با انبوه حیرت انگیز موهای مشکی که بالای ابروهایش چتر زلف و بقیه روی گوشها آویخته بود، با یک سره صورتی رنگ در تنش. همه یک صدا گفتند اوه، حتی کسانی که از این گروه نبودند. حتی دختر بزرگسال و مادرش، با وجود آنکه دوست پسر دختر جوان همچنان مغشوش به نظر می رسید. مادر آینده آغوشش را گشود و ضبط صوتی که به گردنش بود تلو تلو خورد. اما زن چشم بادامی با حالتی ریاست مآبانه توقف کرد، به گونه‌ای که نمی توانستی به او نزدیک شوی. سپس سری گرداند و صدا کرد دونالدسون. پدر آینده رفت جلو و گفت ما دونالدسون هستیم. صدایش می لرزید. به نحوی خودش را از گهواره چرخدار آزاد کرد. کورکورانه آن را به کسی سپرد، اما با کمی فاصله پشت همسرش ایستاد و یکی از دستهایش را پشت او گذاشت، گویی به حمایت نیاز داشت. زن چشم بادامی گفت تبریک میگم، اسمش جینهوه، و نوزاد را به آغوش مادر آینده سپرد. سپس کیفی صورتی حاوی کهنه و لوازم نوزاد را از روی شانه‌اش برداشت و به پدر داد. مادر صورتش را در گودی گردن نوزاد پنهان کرد. نوزاد همچنان خود را مستقیم نگاه داشته بود و آرام به جمعیت می‌نگرید. مردم میگفتند اوه چه مامانیه، تا حالا همچین عروسکی دیده بودی؟ نور فلاش دوربین‌های عکاسی و دوربین‌های فیلمبرداری به کار افتاد و همه به جلو هجوم آوردند. چشمان پدر نمناک بود، چشمان خیلی ها همینطور بود. در فضای سالن انتظار صدای دماغ بالا کشیدن و فین کردن می آمد. وقتی مادر سرانجام سرش را بلند کرد، صورتش غرق اشک بود. رو کرد به پدر و گفت بیا تو بغلش کن. اوه نه، میترسم بندازمش. عزیزم تو نگهش دار، من مراقبتونم. زن چشم بادامی مشغول ورق زدن مقداری مدارک شد. مسافرانی که همچنان می آمدن مجبور بودن از کنار او رد شوند. خانواده کوچک و مستقبلین و اسباب و اساسیه نوزاد را دور بزنند تا به راه خودشان بروند. خوشبختانه پرواز چندان پر نبود. مسافران تک و توک بیرون می آمدند. مردی با عصا، مکس، جفتی بازنشسته، مکس، و بعد یک زن چشم‌بادامی دیگر، جوانتر از قبلی و ساده تر که با حالتی شرم زده به اطراف می نگرید. دسته گهواره کشکول شکلی را در دست داشت و می توانستی بگویی نوزاد درون آن وزن چندانی ندارد.
این نوزاد هم دختر بود. میشد از تیشرت صورتیش حدس زد، اما از اولی کوچکتر بود. زرد چهره و تکیده، با تارهایی موی ظریف بر پیشانیش، مثل زنی که او را هم میکرد. علاقه شوق‌انگیزی به جمعیت نشان میداد. چشمان مراقب سیاهش به سرعت از چهره‌ای به چهره دیگر حرکت میکرد. زن جوان چیزی شبیه یزدون گفت. زنی از عقب جمعیت گفت یزدان، طوری که اشتباهی را تصحیح می‌کند. جمعیت دوباره راه باز کرد بی آنکه بداند کدام طرف حرکت کند، اما مشتاق کمک کردن و 3 نفر که هیچ کس تاکنون متوجهشان نشده بود در صف 1 نفره جلو آمدند. 1 زن و مرد نسبتاً جوان با قیافه خارجی، سبزه و جذاب، و به دنبالشان زنی لاغر که موهایش را پشت سرش مدل گوجه فرنگی جمع کرده. احتمالا خودش بود که نامشان را بلند گفته بود، چون حالا هم دوباره با صدای واضح و رسا تکرار کرد ما یزدان هستیم. میشد اثر اندکی لهجه را در تلفظ حرف میم خفیفش حس کرد. زن جوان چشم‌بادامی رویش را به طرف آنها کرد و گهواره را به طرز غریبی جلوی خودش نگه داشت. گفت تبریک میگم، این سوکیه. اما صدایش چنان نرم و از نفس افتاده بود که مردم از خودشان پرسیدند چی؟ گفت چی؟ فکر میکنم گفت سوکی. سوکی چه با نمک؟ باز کردن بندهایی که نوزاد را در گهواره‌اش نگه داشته بود قدری با مشکل روبرو شد. پدر و مادر جدید مجبور بودند خودشان این کار را بکنند، چون دست زن چشم‌بادامی پر بود و پدر و مادر هم هیجان زده بودند و ناکارآمد. مادر میخندید و خرمن موهای مجعد حنایی‌اش را به روی شانه‌اش میانداخت. پدر لبش را میگزید و از بی دست و پاییشان عصبی به نظر میرسید. عینک ذره‌بینی کوچک بدون قابی به چشم داشت که با حرکت سرش برق میزد و با بندهای پلاستیکی ور میرفت. مادر بزرگ، اگر مادر بزرگ بود، با همدلی زیر لب نوچ نوچ میکرد. سرانجام نوزاد آزاد شد. چه موجود کوچولویی! پدر با احتیاط او را بلند کرد، با بازوهایی کشیده و به مادر تحویلش داد که در آغوشش گرفت و تکانش داد و گونه‌هایش را به موهای ابریشمین سیاه او چسباند. نوزاد چهرهش را در هم کشید، اما مقاومتی نکرد. اطرافیان بار دیگر دماغهاشان را فیلم می‌کردند و پدر مجبور شد عینکش را بردارد و شیشه‌های آن را پاک کند. اما مادر و مادر بزرگ اشکی نریختند. لبخند می‌زدند و زیر لب زمزمه می‌کردند. توجهی به جمعیت نداشتند. وقتی کسی پرسید مال شما هم از کره اومده؟ هیچ یک از زنان پاسخی نداد و سرانجام پدر بود که گفت چی؟ اوه بله. بیتسی و برد شنیدین؟ اینم یه بچه کره‌ای دیگه. مادر اول نگاهی به اطراف کرد. به 2 مادر بزرگ اجازه داده بود نوزاد را حسابی ارزیابی کنند و گفت جدی؟ شوهرش حرف او را تکرار کرد. جدی؟ بعد به طرف پدر و مادر دیگر رفت و دستش را دراز کرد. برد دونالسون، اونم زن بیتسیه. پدر دوم گفت حالتون چطوره؟ سامی یزدان، و دست برد را فشرد. بی‌علاقگی‌اش تقریباً مضحک بود. نمی‌توانست چشمانش را از نوزاد بردارد. پس از لحظه‌ای افسود اوه زنم زیبا، مادرم مریم. لهجه‌اش بالتیمور خالص بود، اما نام 2 زن را طوری تلفظ کرد که هیچ امریکایی نمی‌کرد. زیبا و مریم. زنش حتی سرش را هم بلند نکرد. بچه را در بغلش ننوار تکان میداد و چیزی میگفت شبیه سو سو سو. برد دونالسون با خوشرویی دستی به سوی او تکان داد و به خانواده‌اش ملحق شد. سرانجام وقتی امور رسمی نقل و انتقال صورت گرفت، هر 2 زن آسیایی ثابت کردند در مورد جزئیات بسیار دقیقند. گروه دونالسون خواستند بروند. از قرار جشنی برای بعد ترتیب داده شده بود، چون مردم به هم میگفتند پس تو خونه میبینمت. بالاخره پدر و مادرها آزاد شدند که بروند. بیتسی جلوی همه میرفت، در حالی که
زنی که کالسکه را میراند درست مثل ندیمه پشتش حرکت میکرد. ظاهرا هیچ چیز نمیتوانست نوزاد را از بیتسی جدا کند. برد پشت او و چند نفر دیگر پشت سر آنها و در ته صف یزدانها را افتادند. یکی از پدر بزرگهای دونالسون، مرد چاقتر، عقب کشید و به یزدانها رسید. خب شما هم مجبور شدین برای بچه‌تون خیلی معطل بشید؟ کاغذبازی و بازجویی از این حرفا؟ سامی گفت بله خیلی پروسه طولانی و پردردسری بود و نگاهی به همسرش کرد. حتی گاهی فکر می‌کردیم امکان نداره بشه. پدر بزرگ نوش‌نوشی کرد و گفت خدای من مگه نمیدونم بیتسی و برد چه مشقتی رو تحمل کردن. از بخش امنیت گذشتند. یک مأمور آنجا روی صندلی نشسته بود و به طرف پلکان برقی راه افتادند. همگی به جز مردی که گهواره نوزاد دستش بود. او مجبور شد با آسانسور برود، اما زنی که کالسکه را میراند اهمیتی نداد. چرخ جلو کالسکه را بلند کرد و روی پله گذاشت و بعد هم چرخ عقب را و بیدرنگ خودش هم دنبالش رفت. برد از پایین پله ها به طرف یزدانها داد زد گوش کنین، دلتون میخواد امشب و بیاین خونه ما تو جشن ما شرکت کنین؟ اما سامی سرگرم راهنمایی همسرش روی پلکان برقی بود و وقتی جواب نداد برد با همان سرخوشی معمولش دستی تکان داد و بی آنکه کسی مخاطبش باشد گفت خب شاید هم به وقت دیگه و راه افتاد که به دیگران ملحق شود. در ورودی فرودگاه باز شد و دونالسون ها خارج شدند. 2 نفری، 3 نفری و 4 نفری به طرف پارکینگ راه افتادند و چندی بعد از آنها یزدانها آمدند بیرون. لحظه بی حرکت در پیاده رو ایستادند. گویی باید خودشان را با گرما، رطوبت، نور کم و بوی بنزین شب وقت می‌دادند. جمعه 15 اوت 1997 شبی که دخترها وارد شدند. خب بیشتر از این کتاب زیبا در اختیار من نیست. امیدوارم اگر خوشتون اومده حتما برای خودتون تهیه کنید و تا انتها بخونید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی خدا نگهدارتون.